داستان از اونجا شروع شد که شاه ایران تصمیم گرفت یک سفر به انگلیس بره. سال 1338 بود و لندن میزبان محمد رضا شاه پهلوی. استقبال طبیعتاً با کالسکه سلطنتی و ضیافت شام تو کاخ بایکینگهام کنار ملکه الیزابت بود و شاه میخواست نشون بده که ایران یک کشور مدرن و مهمه. 2 سال بعد نوبت ملکه انگلستان بود که جواب این مهمانی رو پس بده و به ایران بیاد. کلید طلایی شهر رو به ملکه دادن و با کالسکه سلطنتی تو خیابون‌ها چرخوندنش. انگار کل شهر اومده بود برای تماشا. اما داستان فقط تو پایتخت نبود. ملکه رو بردن اصفهان، شیراز و تخت جمشید تا با تاریخ چند هزار ساله ایران آشنا بشه. پشت همه این مهمونی‌ها و سفرها هر دو کشور می‌خواستن روابطشون رو گرمتر و محکمتر کنن. یه یادگاری جالب از اون سفر بلواری بود که به اسم الیزابت نامگذاری شد. همون که امروز بهش میگیم بلوار کشاورز. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید.